شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. در بخورای شریف همین وقتای اخیر عادتاً دیگه مردم کیهستان تعلیم میگرفتن. اون مردم بخورا دیگه مست شده بودن. همین جایی که وقتی شیرینی حیات دیدی، لذت دنیا وقتی که آدم به خود جلب کرد، دیگه دستت پیش نمیره. آدم تمام شرایط امکاناتش هست او که تعلیم نمیگیره. دیگه مقصد که ذوق خواندنش میپره. هر کی هست از فقیه پیر و مرید یا زبان آوران پاک نفس چون به دنیای دون فرود آمد به اصل در بیماند پایی مگس. هر کسی همین دنیای دون در دوده شد میگه مسئله او مسئله هم پشه را میکنه که پشت در اصل رس کرده است. اصل همین دنیا های دیگه ای پری پرواز میمونه. همین در ابتدای عصر 20 دیگه اکثری طالب علمای مدرسه های بخورا داخونده ها بودن. جوانایی که از کیهستان میرفتیان تعلیم میگرفتیان. در یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی هم این اومدگی است. در همین کتابو بسیار همین مسئله در گپ میزنن. یکی از همون داخونده ها بیچاره بچه کیهستان بسیار شرایطی وضبین داشته است. نیم سال کار میکردن و نیم سال میخوندن. در تابستان بیچاره کار میکردن، سوم جمع میکردن. با همین 6 ماه زمستان میرفتن درس میگرفتن. جای خواب نداشته است. امکانیت یک حجره اجاره گرفتن نداشته است. بیچاره در سغانه ها خواب میکردن. سغانه را گمان میکنم که میدونید در شهرهای کهن بنیاد مثل سمرقند بخارا از بس که از قدیم الایام مردم زندگی میکنن عصرهای طولانی اونجا قبرستان های زیاد کنده نمیشود. برای همین بسیاری اویله ها قبرستان ها همین هر اویله بخاطرش یک قبر دارن سغانه. مقصد همین وقتی که مرده اونجا میبرن میموننش. بعد این مدت وقتی که همون گوشت بدن همه آب شده استخوان مون و استخوان را میگیرن در یک گوشه که دیگه میمونن یا اون مرده دیگه شی جوشته اون را میمونن. همین منگرز ویده بگیم قبرای منگرزی در همون سغانه ها بیچاره خواب میکرده است از بس که جا نداشته است. بسیار لباساش هم جلهندی اما بسیار علم خوب برداشتن. همین میگن آب در بالای سن نیسته. همه علم دانش هم در کلای کسی میروه که زندگی و مشقت زندگی را احساس کرده دیگه. قصه کوتاه خبر میشوه که قاضی شهر بخارا هر هفته یک مجلس علمی تشکیل میکرده است. عالما را دعوت میکرده است. یک حجره کلان یا مهمانخانه کلان داشته است. در آنجا مهمانا را دعوت میکرده است و صحبت های علمی برگزار میکردی. این موقع از بس که علم داشت است بیچاره میآید در مجلس شرکت کنم که خدمتگارای قاضی را آشنا میتونم میزنم پیشش میکنم تو دیگه نامعقول میکنی. بیچاره دیگه همین سرکش خم در بازار گشته است که یک موسفید میبینه ریش سفید خشروی کلان داره لباس های بینهایت همین بدواهیمه از کیمخوب در تنش سلر هم سلای سبز همین خیلی ایروش نور میباره بسیار به حیبت سیاست در یک اسب سمند سوار این همین شیطمان میروه السلام علیکم و رحمت الله حضرت خوبه تیجه میگه من حضرت پزرت نیستم بچه ها به خبرگیری اومدم. یک آدم از شهری سبز به دست بچه هاش در بخارا تجارت داشتیم. بچه هاش خبرگیری اومده است آدمی با دولت آخی مثال ای دولتی سری بچه ها سیکه کرده در همین اسبی فسان سوار اکو اسبی فسان این همین لکسوس های 570 بگیم میگه من علم ندارم. من میگه حضرت جان یه جویا محفلی بسیار خوبه نمیریم یه جویا اخ میگه من هیچ خوک نمیدونم محفل علمی باشه سوال میتونم چیکار میکنم. میگه با من حواله که بگو همین شاگرد من شاگردم جواب میگه. بعد از لجامی اسبش میگیره و میویا اکی پروفوس شده برای در اومدن نباشه راش نمیتونم بیچونه را. وقتی این را میبینم بوری اول دیدیانش با او حیبت سیاست یا سلوسیما حضرت مرحمت کنه میفرورانش اکا رفته است این بیچاره کم ای کفو اکا نو حرکت کردن یکی میکپانش تو که جو میره تو اینجا بیا خطی حساب شی
اونجا کجا میرای جای علیمو کی نگاه میکنه که معنیش کردیم میگه همون شاورا که برای چی نگه بیایا بچه هم کتابات هم بیو دیگه خب میکنن همه نگه دورن خطش میرود در میمخونه خوزی وقتی میبینش بوری اول دی دستشو خیلی آدم اگر نشناسی یا حیبت دوره یا سیاست دوره میپره میخیزه خشومدش بکنه ای پروش میشنونش بعدا هانا این بیچاره خم دهنه که دردن اونجای دردش نگه بعد حضرت جان خشومده میگه و میگه همچه هم مسئله علمی رفته است همین علما هر کدوم همین مدرس های بخوروان هر کس فکری خود چه گفته است دلیلش آورده است حضرت نظر شما چیه در همین مسئله باید میگه که حضرت قاضی بنده کمینه بسیار مونده شده است ایره هیدور اومده بودم اگه خیلی ایشول همی شاور همی جای جواب سوال همی شاور میکنه بعد یک مدرس معلمی صرف نحو بوده از صرف نحو دست میگفته است آدمی زباندان من میگه حضرت جان من 7 زبان میدونم عربی و روسی و زبانهای ترکی را چند زبان هم میدونیست است اوخی من بوری اول در حیاتو میشنم یک عمری مدید همین کسبه من همین تعلیم های درس های بوری اول همین اصطلاح هم میشنم شاور این شاورش چی باشه؟ یک کدام زبان های این خانواده همین شاگرد گفتن هم میتونیست است شاگرد شاور فهمید است او بچه هم بچه با عقل آخی من سر ایده زانو میشینم میگه حضرت استازی ما برامز گب میزنه کوتاه کرده سرکوی هم کلمه را حرفای اولش میگیرم میگه یا وقت فعل کیسه میگفتن که پیسه کوتاه کرده پس اونم خیلی مقصد از شین ایناییه الف نایی را افاده میکنه و واوش اینایی خیلیه ریش ایناییه غرضی حضرت استاز میگه اینمی کمینای کمترین همون شاور ماییم بعد مسئله را جواب میگه و درجه جواب میگه از چندین کتاب دلیل حجت آورده خونش بسوزا میگن این شاگردش خیلیه این خودش البته خیلی دنیوگیره ایده محفل تمام شوه سر پاش میکنن پول مبلغ زیادش میتن بعد خوزی دوملو میگه که حضرت جان هر هفته ما در همینجا نشست داریم همین روز دا التماس این همی در خونه ما بروی شما باز هر وقتی که اومده نوری چشم من میگم بچه هم یکی اگر اومده رم نتونستم همین عصای پیر بجای پیر همون شورک مگو بگو ایچ نگن قبولش کنن همون که هسته برای احترام میکنه گویا ما را احترام کردگی بعد میبروید میگیره همون لجامی اسب شد و پیش موضوع را میره و حضرت میگه که دم خدا که برای جاکی نخپن یکون سوال بیتر شرمنده بشن و همین خیلی پای اونم کنده میشوه و این شخص با عنوان شاوری حضرت دیگه معروف میشوه در شهر اینا شاوری حضرت میگفتی همین حضرت هم شاوراش خیلی از زیاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عزیزا مهمانای محترم دوستای خانوادگان خودمی یک شما را خیر مقدم میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت او را دارم که پروردگار ما و شما را به همه خیر روزای سعادت خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان و نبیرهامون برساند و خداوند شهبچه سهراب جان همراه تازه عروسش از جمعی بلا و گزندهای زمینی و آسمانی حفظ کنند از جمعی خشیهای زندگی برخوردار بگرداند خداوند بینشان الفت و مودت و محبت برقرار سازد از دامانش و فرزندهای خوب و صالح و عالم و قاری و محب به دنیا بیاورد و برادرای عزیز بسیار گرامی ایشان قاری مقصدالله و داملو عبدالسعید به خاطر تربیه پسره که الحمدلله در سیماش ببینه یک شخصیت صالح علیه هویدا است تبریک و تهنیت میگویم واقعا
ҳамин табрики таҳнияти асосиро бояд ба эшони қори ва ба домла абдусаид бигем ки барои тарбия чӣ қадар саъи талошо кардиянд. тарбия кардан як фарзанди хубу солиҳ кори андак нестад. моҳо бояд ки то як пунбадона зоби хок шоҳидеро ҳулла гардад ё шаҳидеро кафан. барои он ки як пунбадона пахта шавад, ҳосили ура бигиранд, нах бибофанд, як матои дуруст кунанд ки сари либоси як ҷавонмарди шаҳбача шавад ё кафани як мурдаи мусалмон шавад, моҳо хизмати деҳқон лозим аст.